اونو اذیتم کردن، شکنجم کردن، ولی نتونستن منو از پا در بیارن. من نمیتونم مامان، من نمیتونم. اگه تو این کارو نکنی اون علی آشغال مجازات نمیشه. اون به خاطر چاقویی که به من زد نه، به خاطر تجاوز کردن به تو باید زندانی بشه. بذار به سزای اعمالش برسه. نباید آدمی مثل عموت بشه. اون وقت من چی مامان؟ کدوم مردی منو با این وضعم قبول میکنه؟ به هم نمیگه بی آبروم؟ بیا بشین. بیا. این حرفا رو بذار کنار. نمیخواد نگران باشی. باشه عزیزم. در واقع اون بی‌عفته نه تو. ولی من میدونم که این حرفا رو بهت گفته. تو به حرفای اونا گوش نکن. تو قراره یه زندگی خیلی خوب داشته باشی. اصلا به این حرفا فکر نکن. دخترم ببین من بهت چی میگم. عشق یعنی دوست داشتن یکی با همه زخماش. این اشتباه تو نیست. تو کاری نکردی که خجالت بکشی.